سلام، به وانیلا کیک خوش اومدین. برای دیزاین کیک پاییزیمون ابتدا کیک رو با خامه کاور میکنیم. به کمک خامه نارنجی و ماسوره‌ای که توی تصویر مشاهده میکنین روی کیکمون طرح میندازیم. برای نارنجی کردن خامه فقط کافیه که کمی رنگ خوراکی نارنجی رو با خامه سفید ترکیب کنیم. حالا با سرماسوره دلخواهمون پایین کیک رو هم تزیین میکنیم. به کمک فوندانت نارنجی و مولد طرح برگ شکل برگ رو آماده میکنیم. ویدیوی درست کردن طرح برگ رو بالای صفحه برای شما قرار دادم. با میوه درخت کاج تزیینمون رو تکمیل میکنیم. کیک زیبای پاییزی ما آماده است.